سلام. اگه فکر میکنی که دارایی‌های BIP2 و BIP8 رو دیگه نمیتونی استفاده کنی و برای همیشه اونها رو از دست دادی، خبر خوب اینه که من قراره توی این ویدیو به شما یاد بدم که چطور اونها رو تغییر شبکه بدید به شبکه BNB سمارت کوین و بتونید دوباره به اونها ترید انجام بدین. لایک و سابسکرایب یادت نره. وارد ترست والت میشی، ارزهایی که تغییر شبکه نیاز دارن رو کلیک میکنی. وقتی وارد صفحه ارز شدیم اون کادر زرد رنگ رو کلیک میکنی. شما رو هدایت میکنه به یک صفحه ای از سایت ترست والت. توجه داشته باشید که VPN روشن باشه و بعد از اون آدرس یک سایت رو به شما میده که شما بعد والتتون رو به اون سایت کانکت کنید. وارد سایت میشیم. آدرس سایت رو روی کپشن براتون قرار دادم. وقتی که شما والتتون رو به سایت کانکت کنین، تمامی ارزهایی که نیاز به تغییر شبکه دارن و نیاز به ریکاوری دارن روی سایت نمایش داده میشه. شما رو دکمه ریکاوری کلیک میکنین. سایت از شما اجازه والت رو میگیره، کانفرم میزنیم، سویچ میکنیم یعنی تغییر شبکه میدیم، کانفرم و اجازه تغییر شبکه رو به سایت میدیم. تمامی این مراحل باید VPN شما روشن باشه. مجددا کانفرم. یه مقدار مراحل ممکنه که زمان بر باشه، اون هم به خاطر عملیاتی هستش که روی شبکه‌های بلاکچین انجام میشه. کانترکت رو هم کانفرم میزنیم و در ادامه منتظر میمونیم تا ریکاوری به پایان برسه. به همین سادگی ارز شما ریکاوری و تغییر شبکه داده شد. ارزهای شما دیگه بر بستر BNB هستن، بر بستر BIP20 و بعد از گذشت 6 روز به والت شما واریز خواهند شد. به همین سادگی مجددا میتونید ارزهاتون رو ریکاوری کنید و استفاده کنید. ممنون از همراهی شما. لایک و سابسکرایب یادتون نره.